سلام بدون خوش هیت اومدید دیگه به بازی. میتونی. همچنان نمیدونم چندم ولی فکر کنم 14 است. بریم برای بازی. عالی بود آجی، عجب کاتسین وای حسنش بریم جلو. و عجب اینتروی روز گرفت گلن بیار. اینترو داشت چی ریاکت چی کار میخوام به اینترو کنم واقعا به فکر نمی‌کنم. باش یک بزنیم. Breach. System-wide surveillance failure زدم. detected. گلم این نگرفتی گوار گوار رو بیار گوار رو من نگرفتم. من الانی بهتون گفتم فقط یه دونه رو گرفتم. گل من خودم یه دست رفتم اینا ازم زدن جلو. من گیر نده. من خودم یه دست کامل رفتم یه خط پیشون رفتم. حالا چرا کم تیر داری؟ Over there. برای که فایت دادم. Easy as pie. ما هم فایت دارم. که اینو پرت کنی هیچ تأثیری نداره. این لیان نیست. آه مشتی لذتش پایین بد میشه کشتش. تیر بساز خدای خونه رو بردار. آها ندارم. کله اصلا هم خودم دست هست. اینوینتاری تو باز کن. هنوز دستر داری؟ آره. بعد گلن زدم از کپسیتی چیزشون. گلن چشه؟ اون دسته رو داره، دست دختر رو. من حاجی به اینجا اعتماد ندارم چون یه بار یه جایی نیست نه برو نیست هیچکی برو نیست جلو. دیگه، برو هیچکی نیست. رمز سیفور بهش گفتی؟ میگم ویک سیفر رو باز کردی گلن. برو چیز کن. نه حالا ول کن. Oh shit. ارزش داره. باشه بدون ریسورس نه کجان اون یکی سیفه. امیتو بزن نه تو. میگم بچه ها شما چقدر تیر با اشکرافت داشتین؟ اینا همه جلو اینه اینجا دیگه. این در نه احمد نه 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 اشتباه شد. ام بزن دوباره. او چیزه هست که بوی بار بذاری. سیف کجا؟ بچه شیفت به درد بزن. نمیخوره. یه شیفت بطری بزن یه میده دونه. فوقش. نه بیشتر میده. شیفت بزن. وات کجا؟ فکرم جلوتره گل این در داشت روز بدون ویپین میاد بالا. حیف کردم. چی شده؟ یه لحظه چی شد؟ کلاش رویال بدون فیلتر میاد بالا. چرا گو میخوری؟ گلدن داشت سفیده رو که. نه بعد برش داشت. نه اینو داشتم ها من. نه اونو داشت، یعنی منظورم اینه که نمیدونست باید چیکار کنه. نه اول راست ها. اول راست. نه قشنگ بخونش قشنگ دارم بخون. میخونمش مشتی. همین تو دیگه تا از تو کجایی؟ با این معلوم کاتسین داره. من خیلی یکم زیاد از من جلو و وایسادم و تو کلاش رویال موقع کن بالیان رسیدی دیگه من کلاش رویال Security باز که threat detected. Huh? Elevator Huh? shut down. Man. Override authorization required. بچه بطل پس چوب بخری چیزایی میده. تحریک چی آجی خب اینجا باس فایت داریم اصلا. اینجا موقعی که داشتن نوک میکردن یس داره پرمیشن میگیره برای نیکر. حالا برو دیگه چیزی نیست دیگه برو اونجا. بچه ها بالیان رسیدی دم آسانسور رو بهم بگید بیام. آسانسور کجا؟ دیگه حالا This نیست. must be the room. بچه چقدر کلاش رویال تو این 3 ماهی که نبودیم تغییرات پشمام. تورنمنت ها و ایناش اومده یا نه اون دیگه فقط تو کار بوده انگار. نه حاجی بالیان چجوری این مغزا رو با بزنیم هم آها گو بخور. خیلی آسون شده خیلی آسون شده. دید بزن شاتگان نید نشیدم دستتون رفت. As بزن many of you fuckers as I can. اسنایپ حتی هندکنان تو تیر زیاد داری. بزن هندکنانه وانشاتش میکنه. اینجا مهمه دیگه. هندکنانه وانشات میکنه. من تیره هندکنم برای شخص خاص نگاریشم طرف. فکر کنم نیاز باش نیست فایت داریم. نیاز نیست. بله فایت داریم نیاز نیست. انقدر اوپن بخوی تیر هند کنه.
نه تیر خیلی جلوتر بهت میده. نمیخواستم بگم ولی گفتم. دیدی با کی حرف زد؟ گلدن اسپنسر. پنسر کی بود آجی؟ من یادم نمیاد. پیسان بره فکر کنم. Change my آه فکر یکیش کردم. و دکتر ارشدش یکی از قوی‌ترین دکتراش. نیگا ریلی وای نشون نده میدونستی. من بازم با برم جلو. آره برس با آسانسور ولی هم. سانسوری که من اصلا نمیدونیم کجا هنوز من آمد فهمیدیم. خدایی توس من الان یه دونه گرینه خرج کردم با 3 تا دونه تیر شاتگان همشون مردن. برو جلوتر. بخوردم برو جلوتر. بخوردم آره بخوردم چی یاری دوم حاجی نرو تو فاز مواد. وای جون لیانم کمه. دیگه مالش خوبه. نزار بزنی. یعنی یه دقیقه نمیر. حالا میاد حاجی اینا دارن انگشتش میکنن همون لحظه میمیره. اوه اشتباهی قد برگشت من آقا. وای وای. براتش بخیر. بیبارا بچه باز با یکی بدون بی پی ان میره تو گیم باز هنوز لگم. میبینی گل این حالت رو دیدی؟ یاد موقعی که میخواست لیان یه جونوری تو بدنش در بیاره داشت میرفت سمت آزمایشویی جو میشد بزن تبیل شد. یالا نه این مال یه چیز دیگه است. داداش افکت و همه چیش همون. نه این مال یه چیز دیگه است. دیگه من ربطی ندارم اون چیه افکتش همون. افکت جفتش حتما داشتن جای میخوام ولی یه چیز دیگه است. کسایی که رزن چیزی کار من میدونم کسانی هستن که به عرضتون برسونم به ویروس تی آلوده نمیشدن. آره نه نگاه ویروس تی آلوده نمیشن یعنی گازشون میگیرن زامبیا ولی خب زامبی نمیشن. اینا خودشون یه بیماری دارن که یعنی خودشون مبتلا به یه ویروس حالت ویروسی هستن چون مقاوما به یه ویروس دیگه مبتلا در واقع که این همونه. این اونه که یواش یواش میکشتشون. من چی گیرم اومد اصلا؟ یه کلید فکر کنم گیرم اومد. برسید به من دیگه سریع. مگه میشه یعنی پایینی هیچی نداشت؟ یه کلید اینجا برداشتم ولی خدا میدونه چیه. 20 تا تیر مگنوم دارم. میگم سرعت استریم هم چجوریه؟ یه ما توی خارکوسی دیگه الان از کجا میدونی من اینجا؟ ای چه بیادب. طبعا سرعت استریم هم چقدر خوبه؟ چه میدونم. پس 1 2 3 4 5 6 تا دونش اینجاست. 6 دونه چی؟ از این خوشگلا. از کدوما؟ از این مغزا 6 تا خب دونش. میدونم من اونا رو هم زدم. اینجا همونجا نیست که الان چیز بود اینجا. بچه‌ها بیاین پایین یه لحظه. بیاین پایین. خیلی بی‌ناموسی. او حاجی با گانتون که با خفه کنه رو میتونین باش تیر بزنید به اینا. آره
و البته خودشون فقط میفهمن، خودشون میفهمن که داری میزنیشون. آره تکی میفهمن، یعنی تک به تک. واقعا بیناموس. من نمیخوام، میخوام همشون بفهمن. بیا بالا دیگه. این حاجی ساین خوب نیست. چقدر تبسمو شاید کاکوسی بیناموس تو کاپ 5000 اسپارکی لول 16. اینجا باید اووررایت چی رو بیارم و که نمیدن برم آسانسور یا نه آخر؟ نه وایسا. تا نرسیدیم آخر گل. بابا من نیاز خواهی کرده بودم باید یه رئیسی که یه رئیسی که کمک نمیکنه مثلا اینجا No fucking way. This is... نو باش بچه با 3 تا تیر رایفل تو سر میمیرن ها. جدی؟ واقعا خب نو البته من جوک 4 معلومه دارم. میمیرن دیگه. نمیدونم چقدر تاثیر میذاره. بزنمشون خب همین الان آره داداش همشون رو باید بزنی بالاخره. من همشون رو دارم باید میزنم. بزن. گلن تازه تا همین 1/100 هم ندید. خب یه 13 دقیقه چه کل نشد از این فایت مهم نیست. ای یه ندارم The elevator دیان مریض شد بکشون با کنم میزنمش. مدیر ندارم has خب arrived. از اونجایی که فکر کنم یه 13 دقیقهش رکورد نشده الان شما دارین اول 10 دقیقه 13 دقیقه نه 10 دقیقه تقریبا شما دارین اولش میبینین. سلام خوش اومدید به پارت جدید. shut the fuck up Anywhere. با لیان یکم فقط اومدیم جلو اینا رو پشتیم همین. No joke. no shit Thank you. Thank you Mr. Q. چقدر پاره هستین شما آقای نیما برحال آقای کیرلی باورم میشه دارم میزنمش با پیستول چرا من این کار دارم میکنم با خودم توس رسیدن به آسانسورا. بریم یا وایسا اینا مریض نشد 2 دقیقه وایسا تو بیام اینا 5 دقیقه من رفتم دادم دکمه‌شو. بچه ها نیما رفت من تقصیر من حاجی نکنم. دیانم بالاش مگه سیف نداریم؟ مریضه ها من فکر کردم بالاش میره تو چیز بعد باس فایت. چی؟ همین ریسک نکرد. توس خود زودتر از اینکه من این دکمه تخمی رو بزنم میگفت. بابا من چی میدونم بهت گفتم حالا شادم نباشه نمیدونم. داشت ریا مرد اصلا رسید به با نکشید داره میمیره. نکن خواهی چی نگو واش نه گلن اسپویلت نمیکنم نه تا نه داری اسپایل میکنید نیما دقیقا نه هیچی نگو وایسا گوه خور چرا اصلا یه سال شما من وایسادم که شما بیاید برسید به من و داشت شما منم اسکالر وایسادم رو من یه نیم گذاشتید. ساعتی رفتم میمادم به قرآن گلن. با تقصیر حمیدی بود گلن یادش اومد گفت اه گلدن اینجا رو چیز نه نکرد. باشه من بازم رفتم اومدم. آجی این لیان خب مردی تموم میگم خود تموم نه، شد اینجا رو آجی. میگم. لیان پودر شد. اصلا به باس فایت نمیرسه. اسپویلتون نمیکنیم نه ترسی برسید خودتون میبینین اسپویل نیست. بابا نیان یه دقیقه سلفره کن. تازه کجا شدید ایدید بالا. ای ما مردم بابا خب کس وای توس فکر کنم دیگه همونه دیگه. وای خب چه وای، گویی رفتیم خوردیم ادی؟ که نخوردیم. میشه دیگه نرین بچه ها لطفا داداش دست ما نیست ما تو کاتسینیم. دقیقاً یک دوم من حاجی چه استاپ کنین خب کاتسینم خیلی مهمه. مردم استاپ کنین ما هم برسیم
اوکیه کاتسینش خیلی تموم کار شد وای راحتیه. میسی نه کاتسینش تموم شد نه دیگه الان تمام میشه. بابا یه لحظه Legacy وایسا do you wanna leave behind? مهمترین نکته داستانه آه نه گیم خدا رو شکر. پاندوراز رو باز کرد چرا؟ Disaster upon the world. Except Elpis, the goddess of hope? Or so the myth goes. A blind hope. What do you mean? بابا نگفت رو یه لحظه من وایسی Mortals cannot predict when death will come for them. This is why they have hope. I was wrong, and I am plagued by guilt. Happiness cannot be achieved at the expense of others. I think that's enough for today. خب Why یه did دفعه you خیلی راحت در accept کشتم my شما request for an interview? ای وای Who is the... من بالا سرمو Is it one of your ندیدم. subjects? آه گل رسید به اونجا که رو سقفم من اینجا رو باید چی رو برم؟ گل من با اس ام جی همشون رو رگبار زدم که بیفتن پایین 2 تا نهید انداختم 2-3 تاشون مردن 2 تا بعدیارم 2 تا تیر رایفل تو سرشون زدم مردن یا چه یه لحظه میشه آقا She خدا is my hope. من آخه تیر ندارم همیدی مشکلی نه. تیر زیادی نمیبره گل نارنجک میبره من آپگرید نکردم گانامو. Oh, okay. این هم دیدی؟ دارم میبینم هنوز کامل نرفته تا آخر بابا پشمام داره میریزه She's adorable. فاک زنمو بردن Grace. نگفت ولی هیچی آخه تبس ولی خودت فهمید چی گفتم یعنی خیلی داداش. انتظار داشتم حرف بزنه علنی گفت دیگه Is there anything else you'd like to tell me? کجایی تو وایسا، همون وایسا. ویلچر I only hope it serves as a requiem for those who have passed. همشون رو با یه بمب کشتم همیدی من. ولی من یه راحتی نرم ولی نمیدونم چرا آمو لیان من 2 تا بمب و 2 تا تیر نیاز داشتم آه دقیقاً لیان نمیر 2 دقیقه آمو خیلی مخه I need to go من تو الیویتورم آزادم بره بالا آهای لیان خب اومدی رو اون یکیه هم که میدونی تبس حاجی اصلا کلم ریخ به هم چرا من مگه چه نمیخوام. اتفاقی برات افتاد الان چیزی هست داداش. elevator alive shortly. یه لحظه بیا وایسا دیگه، بی آمو. پایین بیا وایس دیگه بذار گفت ف- این لگسی منه دیگه درسته خب نه اوکی اصلا برام مهم نیست خب گریس که اصلا از همون اول مشخص بود یکی از نمونه آزمایشی ها بودی که بزرگ شد و فلان خب سر دیگه اینا خب در مورد اون ویروسه نگاه من خیلی دوست دارم این ویروس جدیدی که دارن میگن چه گویی میخوره کدوم ویروس الپیس؟ جدید همون نه ابلیس که داداش میگفت داشت ابلیس. لقب میداد نه یه ویروسی هست که الان کدش دست این دخترها این گفت اوور پاورش میکنه دیگه و کیه وسکر کیه نه بابا ربطی اصلا به وسکر نداره نگاه یه این کاری یه پادزهریه ویروس نیست نگاه پادزهره. شاید هم پادزر باشه اتفاقا که داره میگه جور در میاد چون بالاخره با تو یکی از اندینگا لیان میمیره خیلی خلاصه بله که و اندینگا من الان لیان نمیخوام زنده است این کیریو برم منم نمیخوام برم نمیدونم خب این چجوریه. همونه و دقیقا همونه آره فکر کنم همونه چه گویی با هم میخوردیم نخوردیم شاید نباید واقعا اون بچه رو میکشتیم نمیدونم ربطی به بچه او داره بیا ویلچر آقا رو ما اینجا پیدا کردیم نه آقا نرو جلوتر وایسا من پاس بدم. اسپنسر نگاه اسپنسر رو گفت یه این دقیقه وایسا من دختره سرچ کنم یه دقیقه وایسا من سرچ ها. اصلا نباید ما این اندینگ رو اصلا اندینگ نرمال بازی اونی که اونه او آره آد- آره آره. همیشه همینجوره ما یه گوی خوردیم که نباید
رکوردی هنوز؟ دارم صدا همش باش. میاد. چیزی نگفتی که کلا کلا دارم میافتم. How to change ending in Resident Evil Requiem. با یه آسانسور هم هست که قطعا میخوره به اونا. به چی هستن؟ نه ببین اصلا اندینگه چی جوریه، یعنی سرچ کنین چه جوری اندینگ، این اندینگر میگن چه اون اندینگر میگن. آخه خیلی اینجوری مزخرفه که من دارم میبینم. نگاه مزخرف نه یعنی اگه اینجوری باشه یعنی هیچ کاری ما فکر نمی‌کنم اشتباه کرده باشیم. من که فقط اون بچه رو نباید میکشتیم. نباید میکشتیم واقعا همونه. الان وایسا درست بیاره والا. و یه چیز دیگه هم که بگم تا از نگاه ببینم چی داشت میگفت که این داروه که این چیزی که داره میگه، خب یعنی ما این گریس اشکرافتی که الان داریم روش پلی میدیم، این میگه یه کلیدیه برای بازماندگان. میگفت امیدوارم بازماندگان منو ببخشن. خب بازماندگان همونجوری که بهت گفتم به یه ویروس دیگه مبتلا شدن. خب ربطی به رزیدنت ایول 4 نداره. و این ویروس دیگه که هست، این وقتی گفت امیدوارم بازمانده من ببخشن یعنی قطعا درمان این ویروسه داخل این چیزه هست. درمان ویروسه داخل این اسمش چیه؟ ending. There are two endings in Resident Evil. No, a good ending and a bad ending. To get good ending, choose release Elpis. Grace will care about Leon. Emily will survive, and all Recon City syndrome visiting will be survive. To the bad ending. میگم خب choice. بگو بعد. هنوز نرسید. میگم هنوز نرسیدیم. گفت اصلا انتخابش کو برای لیان. خب بد اندینگش چیه؟ بگو میخوام ببینم. بد اندینگش میشه موقعی که انتخاب کنی نابود کردن الپیسو. گریس نجات پیدا میکنه ولی لیان میمیره. همین. برای کنسیتی به طور کامل نابود میشه. یه سیف حتما بکن اونجا توس که دوتاشو ببینیم. حواست باشه. از الان نگاه از الان دیگه تهشه دیگه تقریبا دیگه. الان فکر کنم مثلا تهشه. همین الان با بریم انتخاب کنیم. از الان به بعد صدم ثانیه به صدم ثانیه دستگاه سیفتی سیف کن که کوسچر گفت هیچ ربطی به بچه‌مون نداری که. داداش من گفتم فکر میکنم، من که ندیدم. بعد چجوری امیلی خب امیلی کیه؟ نوشته موقعی که نوشته وایسا زبونش شد هندی آمو. نوشته to get a good ending موقعی که الپیسو برداری گریس الپیسو میکنه تو لیان. بعد نوشته امیلی ویل سوروایو. حالا اون رو میبینیم دیگه. حالا دیگه خیلی and all Raccoon City syndrome will be great. حاجی نکنه اونم نباید میکشتی. آخه نگاه حق انتخاب داشتیم بچه و امیلی. حق انتخاب نداشتیم. چرا نمیزدیش بهت اتک میداد میکشتت. تو این کارو که تو اونجا. تست کردی که تیر بهش نزنی؟ بله من اولش نزدم یهو زد زیر و مردم نصفم کرد. اگه اینجوری خب بس درست اومدی. ولی ها دیگه دیدی گفتم اگه داروه اینجوری اصلا رزیدنت ایول نه هیچ مگری که اصلا بره یه دنیای دیگه ای. توس تموم شد اینجا. چه ربطی داره توس؟ تو تمام من مطمئنم توی DLC ایدا وانگ و کریس ردفیلد داستان رزیدنت ایول راکون سیتی اینا رو میبندن. هیچی دیگه کابوسشون خوابید. این مرکز تنها مرکز تحقیقاتی که بود این پوکید. ایدا وانگ هم احتمالا میاد خودش رو درمان میکنه. کریس ردفیلد هم میاد کلا اینا رو چون رئیس سوات دیگه به هر حال. یه چیز دیگه هم هست حالا بعدم بهت میگم. اگه بخوام توضیح بدم ساعت طول میشه. یه چیز دیگه هم هست. بعد رئیس سوات خیلی منطقیه چون آخرش نه ولی اگر دلیل اینه که ممکنه دیگه بمیره توس شخصیت اصلی که نگاه زن شخصیت اصلی در واقع شخصیت اصلی هستن
رزیدنت ایویل 7 که ما میریم دنبال زنش، خب و زنش ادامه پیدا میکنه و میشه شخصیت اصلی، ادامه پیدا میکنه میاد جلو تو رزیدنت ایویل ویلیج. خب تو رزیدنت ایویل 7 ما میتونیم بکشیمش با یه انتخاب. خب هیچ ربطی به اون نداره. ولی ادامه پیدا میکنه داستان تو رزیدنت ایویل بعدی هم زنه من رو میبینی میگم اصلا تو زنه DLC گیمو رو جمع میکنن، کل این داستان رو جمع میکنن. رزیدنت ایویل 10 یه چیز جدید میشه. این چرا موقع اندینگ میان میگن مستر کندی، اون میگه شما، اون میگه ما طرف کریس ردفیلد اومدیم. من برای همین اصلا فهمیدم که DLCش قرار بیاد. آره برجت میبینیم چه خبر میشه. این اینا داستان اومدن؟ تموم شده است. این داستان نگاه اصلا دیگه چیزی باقی نمونده. داداش همین الان هم من قبل رزیدنت ایویل 10 فکر میکردم دیگه چیزی باقی نمونده. فکر میکردم نه آمبرلایت دیگه تموم شد. نه آقا الان باقی مانده راکون سیتی رو نه تنها دارن نابود میکنن، درمان هم دارن میکنن. ویروسو که پاکیده 15 رو هم یه احتمالاً چی دیگه میخوره به هست بهت لیان و میگم. شری و ایدا وانگ. یه چی دیگه تنها هست اونم سنم. بهت میگم. آره بعد اوه. بهت میگم. نه وایسا یه کاراکتری بود با لیان بود، دخترو. خیلی کاراکتر دختر با لیان داشتیم. تو اشلی رزیدنت رو ایویل 2. داریم. خب اونم داریم. خب خب اونم تو چیز بوده دیگه، اون تو راکون اونم سیتی دیگه بوده، اونم درمان میشه 15 بعداً میخواد. دیگه. نه رزیدنت ایویل ده. بابا ولمون کن. می‌بینیم حالا هر اتفاق میفته. اگه میخواست بیومد خب این ایدا وانگ DLC شو میدادن. خود داداش ندادم. تو از کجا میدونی؟ شاید اصلا آخر داداش ما ندیدیم چه گویی میخوام بخوام. شاید آخرش داره قد تحلیل در- کردیم فردا ایدا وانگ تو DLCش میمیرم. بی بالا ما هیچ داشتیم بچه من الان تحلیل میتونم سنگین رزیدنت ایویل انتخاب می‌کردیم. کنم. تمیدین رفتی جلو. وای گو تو اول تا آخرت ما من نگاه کن پاس برای تو کرده وایسادم. بودیم. ما من برای نگاه- شما نگاه دوتا کن برای- پاس کجا کردیم. پاس هندی. کردیم؟ خش. من چه ما از میدونم. کجا بدونیم شما دقیقا کجا؟ اصلا نگفتید کجا هستید، چی نگفتید. ما فقط نیما بی تو تجربه پایین، نیما بی پایین. من اصلا قرار نمیخوادم اون ول کو. ببینیم بالا. همین یه لحظه انتخاب نکن تا ما هم برسیم هممون. باسا صبر بالا سریع است. من نگفتم چیه، فقط میتونم انتخاب کنم. آقا، من فقط انتخاب یه دونه خودم چی میتونی دارم. انتخاب دقیقاً کنی. یه دونه چی میتونی انتخاب کنی. کل گیم فقط همون. من انتخابم رو بچه ها میدونم، برای که من اینجاش اسپویل شدم. الان نیما من برای تو توضیح دادم. خب دیگه داشت ما هم نگاه نه داشت تو برای خودت هم توضیح دادی. میدونم الان ما کدومو بریم. وای سیف نداریم. بگاه داریم رفتیم. دیگه، داریم. داریم کجا داریم؟ آره. با لیان سیف کرده قبلش. ولی باید دوباره همین زامبیا رو بکشی. اوکیه بابا، من میدونم کدومش میخوره به اندینگ اصلی. بابا میدونم. نه ما هم میدونیم، ما هم هر کی برای من خود نمیدونم. ما هم بهتر تو بهتر ندونی. سینما ببندم. ببند. وایسید همه برسیم. هر وقت همه میتونستین انتخاب کنین بگین. بس 3 2 1 میگیم هر کی. باشه هنوز نرسیدیم. I don't know the password. It's okay. Soon left it wide open for us. Any wrong code will do. It'll destroy Elpis. Let's try. Chris, whatever it takes. I can buy you some time. No. No, I have an idea. I trust you. I trust you. تمس اگه نمیدونستیم اشتباه انتخاب میکردم. الان بهت همین الان بگم. I know the اگه نمیدونستیم نگاه 100 اشتباه انتخاب میکردم. خودت گفتی بهم بگو به من چه؟ میگم من الان چی انتخاب کنم؟ نکن خب یه لحظه تا ما برسیم. من بچه متاسفم ولی من این امولا مثلا دیدی آدم هیپنوتیزم میشینه مثلا وایس میره ویدیو رو کامل نگاه میکنه ها. من نشستم خیلی ریلکس نشستم دیدم کدوم کلیک کرد. خب گلدن هم قبل میدونست. بله من ادیت هم ازش دیده بودم تو وصل. هیچی دیگه.
آزاد کردن الپیس نابود کردن همتون الپیس. رسیدین بچه؟ آره. خب آقا بیاین به هم بگین دیگه چی رو نه. نه حرف نزن گل نگی یا تحتشو گله میخوام حمیدی دقیقاً. خودش انتخاب کنه. حمیدی خودش با انتخاب کنه دقیقاً. حمید حمید اگه میتونی رکورد بگیر حمید. یه لحظه وایسا. نمیتونی خودت چی بدش کن. 3 آقا 3 2 1 میگیم. 3 2 2 1 برو ببینیم. فکر کنم اشتباه زدم ریدم. ریدم. My hope. A blind hope. Okay. This is it. کانفرم. یا دی زدی کنسلش کنین. میتونین کنسلش کنین. آره ولی این کار نکردم. منم این کار نکردم. ببینم چه اتفاقی میفته. نیما کدوم زدی؟ لودینگم من هیچی نگیر من دیرتر قرار ببینم. منم لودینگم من دارم میبینم آجی تموم شد. حرف نزن. همه میوت کنن. SSD من دارم میبینم. من همینطور. Kennedy. Spencer regretted what he did. He. Well done. You promised. Yes, that I would let him live. Mr. Kennedy, I give you the honor of experiencing my power firsthand. I'm not sure Elpis is what you think it is. There's nothing special about me. I was never any king. Spencer wanted to make amends. But you released Elpis. What is it? Tell me! Leon! Why? My powers! Elpis is Spencer's atonement. It's an antiviral. Amazing. I am humbled by my master's genius. Your research was wrong. Elpis wasn't a weapon. Never a key. Spencer's paper was obviously incomplete. There was no connection between Grace and Emily. Do you know how much time and money I wasted on this? Don't you see the genius? With Elpis, all virus-based weapons are useless. The world order will be thrown into chaos. We wanted a weapon. Instead, Spencer gave us anarchy. I will carry his torch and bring his vision to life. You? You and Spencer were a means to an end. Yet he outwitted you all. Spencer defied us and paid the price with his life. He was nothing. You are nothing but an imitation. It's over, Victor. The Connections is done with you! We can't let him out. ها؟ Exactly. اصلا من با شما واقعا فرق میکنم یعنی زیاد. یا مو It's a cure. Oh, it's working. Leon, it's working. Let it all come down. All of it. نیموت من خب همو گفتم وات. شما عقب‌تر از منی. بعید میدونم البته.
من هنوز مطمئن نیستم تبسم 20% احتمال نه این اتفاق افتاده باشه. داداش نه من دارم میرم ویکندی که میبینم آپشنش هست بعدش که بریم یکی برم ببینی ساختار بعدی بچه من اندینگم هنوز تمام نشده شما چی رو زدن یه لحظه من چپی رو زدم من دیگه رو زدم فقط منو تیس فقط آزاد کردم. بابا بذاریم یه از وایس ناجی اندینگ ما یه میگم آقا حمیدی که به هر حال میخواد ببینتش بابا حالا به هر جهت ببندید نه، نه نه، وایس وایس، بذار من یه رو لذتشو ببینم. ببره یه لحظه حرف نزنید بعدم اندینگ ما یه 10 ساعت طول میکشه گل عزیزم Last skeleton. آره ما یه ساعتی به پلیمون اضافه شد یه چیزی برام وقتش از این زیبایی که این همه وقت نگرش داشته بودم استفاده کنم And how many more will have to die for that fishing? قبل چی که اینجا میکنم میگم یه چیزی بقیه چی پس حواس برو جلو فعلا Sacrifices must be made! In the grand scheme of things. I'm nothing. Not to یا me. کجاشو باید با تیر بزنی I swore that I'd always protect those lives. ها میگم ما چجوری اتکاشو چیز کنم اسپیس آها من دیدیم یه چیزی تو دستش اوکی من دارم به چیزش حاجی دمیج میدم حاجی پر شد یارو این چیه دیگه ما که دارید چیز میدید خفه شید اسمال نشن Seems you're reaching your limit. هدشات I will not let those ideals win. Give it up. یا بلفاز تبدیل شد خیلی بدش خرابه حاجی من اصلا نمیدونم با چی کار کنم این چی کارش با بکنی خب این نمیدونی پریش کن بزن پریش کن بزن همینجوری تون بشه تو دستشو بزنی تمومه من اصلا خیلی راحت بود من فکر کنم خیلی وحشت بود حاجی همه تیرهند کنونان موند من فکر نمی‌کردم اصلا فکر کنم فایت یه چیز دیگه باید باشه نه نموند ایران نموند حالا اون چیزی بود که راجع به کریس فیلد بهت گفتم حالا عموم بده طرف من همین به اون خیلی توجه کن You're so damn relentless. دقت خور کسی یتک دوست دایی بعد کار میکنم
من مشکل ریلود تایم دارم. من به اصلا تایم نمیده ریلود کنم که بخوام باید بخواهی ووووی زدم بردم. باید اگه دش نداده بودم 3 بار مرده بودم. چجوری باید داشت؟ فهمیدم. مردم. حاجی هیل بهت نمیده خب خیلی وقت خرابه. بدمش؟ ناموسا فکر میکنم بده بکنم. ناموسا که اشتباهی دارم. فرسترای زدنش پشمام. او This time, you ain't getting back up. توجه کردی؟ من میذاش انتخاب کنیم کاش من اول این که اندینگر رو میرفتم میدم بعد میدم Grace, where are you? فرق نمیکنه اونو خب میدونی چی میشه. Sherry, come in. و فقط میدونم داداش لیان میمیره دیگه بیشتر از این نمیدونم. با دیگه همین تموم شد. من قصد زیاده نمیخوام چی داری میگی. ولی منم زدمش. Grace. Leon. We need to get you out of here. Come on. Let's get you up. من الان میدونی چقدر منتظر چه پارتیشم؟ یه شخص خاصی گفتی نجات پیدا میکنه. من دنبال اون شخص خاصم. میادش. اون که نمیاد. یه چی ازش میاد. با دیگه به هر حال. میگی خب با هر حال تو اون نیست. الان یه نفر یه اتفاقی براش افتاد به همین راحتی. نه چیه نفری اتفاقی؟ قیافه کریس ردفیلد و جیل ولنتاین که فکر کنم نزدیک بود بمیرن به خاطرش. I'm gonna sit right here with you. الان حمیدی تو دیدی؟ بذار گلم ببینیم منم تو بابا حمیدی بدبخت اسپول نکنی. دقیقاً. حمیدی تو کجا دیدی کاتسینه رو خب؟ ندیده قطعاً. داداش اندینگ او یکی رو رفته. ول کن گلم. ول کن نرسیده بودم. فعلا وایس هر وقت رسید خودش میگه. او سیاه. I guess this is it then. تیرای هندکنون رو موند همش. منم تیره هندکنون رو موند یارمش. چون نگه داشته بودم فکر کنم آخرش تخمی باید میشه تخمه رو بزنم دم نمیشه.
Leon S. Kennedy? Depends who's asking. Alpha, you read me, sir? Yeah, they're safe. I got them. Yes, sir. Mr. Kennedy, I have a message from Captain Redfield. های دیگه تبس قطعا کاپتان ردفیلد خودش یه جایی هست که این مسیج فرستاده وگرنه حضور میومد به دیگه. دیدار. آفرین آره دیگه. DLC وایسا اندینگ رو ببینیم تموم شه. خب دیگه خوب بود واقعا. الان تلته 5 فکر کنم یکی دقیقش مونده. Can't believe that antiviral actually worked. Feel better than I have in ages. Thank God. I'm glad you're okay. حمیدی دیفنه میتونید هر چقدر بخواید حرف بزنید. وایسا میخوام ببینم. We'll be back in What action the in no hell؟ time. تو رو خدا ماسکت در بیار. Thank you, Leon. Would have been نه a lot smoother if Chris hadn't been so گلن این کس خاصی نیستا. آه اوکی. late to the party. Where is Chris این یه لحظه وایسا. میشه گفت کاماندر چیزه. I'm sure What? I'll mess with him at some point. میشه گفت نمیدونم. I have a message from Captain Redfield. Yeah, I'll call you back. میگم DLC ردفیلد میاد قطعا. اوکی حمیدی دیفن آره الان. آره. خب یه لحظه وایسین اول ببینیم. وایسا ببینیم بعد بس تا تبره از این. مشتی اصلا چیزی که میخوام بگم ربطی به این نداره. خب ندارم من الان ندارم چی میبینم برای همین دارم میبینم میخوام به متنشو بخونم. بذار بخونم تموم شه بعداً Umbrella صحبت hasn't کنم. left us any more nasty surprises. I wish we could have saved him. Grace, I didn't hit any of her vitals. She could still be alive. What did you فکر کنم say? حمیدی اقدر افسرده شد که Maybe we can save her. The government has confirmed the existence of an actively نه tracking تبس bioweapon همون lab برگشت. located here in the ruins of Raccoon City. کی برگشت؟ همون دختر رو برگشت. Bioorganic آه weapons. This illegal facility نمی‌دونم. appears to have been in operation آه for منظور تو decades. نمیگیرم. Sources say that the extension of the lockdown and the recent series of mysterious deaths may be related to tragic events in Raccoon City 28 years ago. Evidence seized in Raccoon City has led the Justice Department to reopen its investigation into Oswald Spencer and the long-defunct Umbrella Corporation. Some believe the government deliberately drove Umbrella into bankruptcy. The late Alyssa Ashcroft is credited with cracking the Oswald Spencer story. Conspiracy theorists are already claiming that she was killed in a cover-up, and that the organization responsible is امیلیو میگی؟ controlling our government. خود اونها امیلی زنده دیگه. میشه. خب خود امیلی منم زنده گفتم میشه. خب کنوناش زنده نه. من فکرم یه کنون من گفتم کنون گفته خب دیگه داره خودش زنده میشه. احمق من گفتم امیلی زنده میشه. خودم من فکرم خوندم کنونه. متنشو برات. متنش The president is expected to reject allegations of any government involvement since the Raccoon City incident. من متنشو برات خوندم کامل. او گرافیکو تو الان آشغال دیدم. ها بیا. یه لحظه خیلی خوبه نیما. من چجوری امیلی صحبت میکنم فکر کنم در DLC ها خواهیم فهمید. یو ایدا وانگ زندش میکنه مثلا. وایسین دارم گوش میدم. من دارم آهنگ پایینش گوش میدم. ها سال 2028 الان. شما دیدید یارو سرشو برید دیگه زنده هم نخواهد شد. وایسین وایسین. میگم کپی رایت که نداره یعنی آهنگه. بذار بابا ما یه ترجمه لحظه نداشت کنم. نیما. گلدن همون لحظه که من داشتم کاتسی میدم همینجور بودا. نفهمیدم خب چی گفت. به تماشا میگیم.
And Sherry's okay? Oh, good. I'm so glad. Emily, yeah, she's doing great. I'm actually teaching her how to read. Grace. Grace. Where's that report? چقدر اینتروش خوبه. Leon, gotta این go. اوتروش وایسا گونه دارم گوش میدم. نه جدی دارم گوش میدم ولی واقعا. کیا؟ آهنگشو؟ نه داداش این بعدش هنوز بعدش خیلی مونده. زنده است. شرط میبندم. درست شرط بستم. وایس ببینم. Remaining BSAA forces have been neutralized. Retrieving the objective before they send in the wolves. خب فهمیدی دیگه. توس یکم دیگه میفهمی DLC چه خبره. من همین الانش میدونم از چه خبر. نتایج خب الان بهت میگه اصلا کلا اصلا قشنگ میگن چه اتفاقی قرار بیفته. وایسین. نتایج حالت بابا خفه شو. استاندارد. اداپتش کرد. چش از کجا آورد امیلی؟ وای سکوت کنید یه دقیقه. این آهنگر نمیشه رد کرد بعد چرا بابا با بعدی افردش کن دیگه داداش. میره کاتسین بعدی. آره دیگه. بابا میتونین اسکین برای گان و اینا بخرین. آره. یه بخش عظیمی چی باز میشه الان. میگم اون کانسپت آرتا رو میشه دانلود کرد دیگه. آره من فقط نمیدونم پشت صحنه الان کجا برای من اضافه شده. گفت پشت صحنه برات اضافه شده. نیما ها کانسپت آرتا رو میشه دانلود کرد. نمیدونم من کل چیزی که الان یه چیزی خواهی که میخوام الان بگم. اوکی بگم الان. بذار توسم تمام شه من. یه دقیقه سکوت کنه من گند میشه. اوکی. آها دیگه اینا دیگه خارکوسا هستن هنوز. بس که 1-2 ساعتی از من قبل. نیام DLC. کاش که جواب میدادین. با نیما تایم بازی بد بود 9 ساعت. سازمان من 8:30. DLCش نیومده هنوز. هیچی نیومده بابا. من دارم رفتم توش.
DLC نداره. DLC نداره. داداش برین داخل العاب الاضافیه. اونا اسکل نیما عجب چتونه؟ مگه DLC نیست؟ اینا اسکین و اینا هستن. داداش اسکین چیه؟ یه گیم مود برات باز شده. اون اینسانیتی این موده. مودا هیچ احمق نیو. اینسانیتی مود یعنی نیما چیز، یعنی هارده، یعنی چیز سخت، مود سختش برات باز شده الان. بعد احیانا یه چیز دیگه. نه یه گیمه گلن، یه خودش شکل گیمه. من شکل گیم شتفن دیدم، یه چیزی مثل گیمه میری جلو، همجور فایته. بعد دست مدل سخت بازی نیست، فایت ابسولوت سینما. دقیقاً. یه دست یارش می‌خواد بزنی، خدا وکیل قشنگ بود واقعا. عالی بود. به نظرم کپکام شاهکار بود آجی. حالا گزارش گریس هم راجع به چیزای پشت پرده راکون سیتی هم اد شده. بعدی که بازی رو تمام میکنید میتونید برید بخونیدش. کجا اینا کجا اد شده؟ مثلا میگم پشت صحنه بازی گفت، یعنی راجع به همه چیز گفته، حتی راجع به حتی راجع به وقایع مال رزیدنت ایول 0 و 1 و اینا هم گفته. این باید بریم ویدیو یوتیوب ببینیم راجعش، چون نمیشه. میگم یه ویدیو همین تو دو تا اندینگ رو دیدی دیگه. آره. شما چی؟ اوکی میخوام راجع به چیز بهتون بگم. میگم دقیقاً چرا وسکر قرار راحت مرد؟ من یعنی دوباره برای که چیز شده کلن کسخل، یعنی به خاطر ویروس رفت شد. کلیان چرا قدرت نداشت؟ یعنی برای که ویروس تی وایرس بود، فرق میکرد ویروسش با اون. کجا میتونم اسکی میگیرم؟ دارم میبینم لباساشونو. گریس با کوت رو میخوام. گریس با کوت اینه؟ این همه تلاش کردیم. من یه سنه تو کاتسین هم مثل که دیگه چیز شد فکر کنم. آره دیگه تموم میشه رزیدنت ایول. نه فکر نکنم. من با نیما نه. منم بعیدم تنظیمات جوایزم. آره. اسکین برای پورش لیان میتونید بخرید. اشما ریدم. اوه چقدر هنو کاتسینه هست. من فکر کردم تموم شد اومدم تو این سپیک. من برای کسایی بخواد بخونه برید گزارش گریس رو بخونید. آخر میگم کانسپت آرتا رو بخرم دانلودش میتونم بکنم. به قرآن گله اگه بودونم گفتم نمیدونم. خب تاله یعنی این کار نکردی تو این هم پلی دادی چی یعنی چی کانسپت آرت رو بخرم بتونم پلیش؟ یعنی چی کانسپت آرت هایی که با سی پی میشه گرفت داخل بازی و که چیزه مثل طرحهای اولیه کاراکتراشو میکشن و اینا. فکر نکنم گلن بشه، نمیدونم والا. پس چه فایده داره باز کردنش تو ستینگ؟ چیده ندارم. اچیومنت استیم؟ نه اونم نیست. من کلا زیاد اینا رو درست نفهمیدم میشه در نمیخورن اون رزیدنت ایول. من دارم همه چیش دیگه میبینم. خوک چی کانسپت آرت ها؟ من همه چیشو خریدم. خیلی همه که ویدیو رو دیدیم کلا 50 تا آیتم داشت، 50 تاشو خریدم. این سریه واقعا تموم شد و همش بازی کردیم، همش هم رکورد شد. خدا نگهدار.